چند ماه پیش ما آمده بودیم از کارته 5 خراسان پیش روی لیسی حضرت نعمان. این سرک تازه کارش شروع شده بود. فقط سرمایه منمی است که به او دنیا باید یک چیز امروی خود ببریم. امو چیز یک عمل نیک و صالح است و صدقه است. باز از همه پولی بی کریمه وافی برشان یک مقدار مواد خوراکی میگیریم. بله؟ سلام علیکم. کاکا جان سلام. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیرت؟ خوشبختانه از بی کریمه وافی تشکری میکنیم. یک مادر عزیز ماست و هم خودشان امیل ازه در شفاخانه است. خداوند شفای عاجل برشان نصیب بگرداند. ما میگم فایده تا بگیریم، کم بگیرین که در ثواب شما هم شریک شید. نه درست است، گپی نیست. ما فایده زیاد نمیگیریم، بای کرین دیگه جا. بله صحیح. سلام. خدا مهربان است، هیچ غمش نخورین. ان شاء الله از یک طرف نه یک طرف براتون میرسونه. صحیح است. یک بوجیار، صحیح است. یک سیر برنج وطنی، صحیح. یک کیلو ماش. یک هزار این پول نختم براتون مادر جان میتون همون شکایتان رسیدگی بکنین. خیر زنده دیگه بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 25 سور که مصادف است با 15 می 2025 میلادی. چند ماه پیش ما آمده بودیم از کارته 5 خراسان پیش روی لیسی حضرت نعمان. این سرک تازه کارش شروع شده بود. بعد از مدت ها به خاطر یک موضوع آمدیم، میبینیم که خوشبختانه این سرک کاملا کانکریت شده و به بهره برداری سپرده شده هستند. یک تشکری ویژه میکنم از افغانای عزیز ما که همیشه در کنار فقرای عزیز ما قرار گرفته هستند و یک تشکری خاص از بی کریمه وافی که واقعا خیلی دوستش دارم. 9 اپریل عملیات داشت، باز 14 اپریل برش پیام دادم، با پیام جواب ندادن. واقعا جگرخون شدم. بعد از یک ماه خواهرش برام پیام داد و یک مقدار پولی را ارسال کرد که گفت بی کریمه وافی در شفاخانه است، شکر خوب است. گفت امیدوار هستم که بخیر صحتش کامل شود و به خانه برگردد، به اعضای فامیل یکجا شود. اگر امیل از بی کریمه وافی شما گزارش ما را میبینید، از ته دل برایتان دعا میکنیم و دعای مستحق و یک فقیر را میگیریم که واقعا امیدوار هستیم که به درگاه خداوند دعایشان قبول بگردد و دعای ما قبول بگرداند خداوند به درگاهش که بخیر پس صحتمند شده به خانواده یکجا شوی. اینجا یک کسی است که من زمانی که در تورخم رفتم آمدم باز تاکسی نمی مرد گرفتم کرایی تا خانه آمدم. این مرد از مشکلات زندگیش قصه کرد. موترش هم شما ببینید تاکسیش ایجاش هم خراب، یک سیخ گل در آمده بود. یک دوست ما از ترکیه یک 5000 افغانی برای ما روان کرد، گفت ایره به غزنی به یک خانم روان کو. برای از روان کرد و باز ما برای اون گفتم که یک نفر از مستحق است اگر شما کمک بکنید. باش او گفت که شما یک ویدیوشو بگیرین، باز ما در گروپ میندازیم، هر کس که کمک میکرد ان شاء الله باز ما پول جمع میکنیم. باز ما گفتم خود درست است دیگه. با مو دوستم میگم که اگر شما هم باز توانایی کمک به این مرد فقیر داشتین شما هم کمک بکنید. در این دنیا است میگذره، هیچ خبر نمیشه که چه وقت میمیری. در مستی جوانی هستی و یک دم میری. همین روزا بار که جوانایی میره که از دنیا که ایران میمانی. فقط سرمایه منمی است که به او دنیا باید یک چیز امروی خود ببریم. امو چیز یک عمل نیک و صالح است و صدقه است. میریم دروازه از این کاکا را تک تک میکنیم و بیاین که چقدر مستحق هستی. باز از همه پولی بی کریمه وافی برشان یک مقدار مواد خوراکی میگیریم. این دروازیشان هستن که در کارته 5 خراسان هستن. بله؟ سلام علیکم.
کاکا جان سلام سلام سلام، چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ بخیر هستین؟ ببخشید یک ذره پیش بیاین. خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ سلامت؟ بخیر باشین. ما با کسی هستم که یک روز شماره شما را گرفتم، باز بر شما گفتم مکتوم ان شاء الله ما باز برتان زنگ میزنم. باز صبحی زنگ زدم و از کابل آمده بودیم، باز تا خانه تا لیسه فاطمه بلخی که مرا رسید. تاکسی که برده بودم. آنم کسم. زنده باشین. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ زنده باشین. سلامت خانه آباد. مهربانی صاحب خانه بریم. خانه خو کسی نیستن. نه ان شاء الله بین خانه هیچ کسی نیست. خب بفرمایید خیر شما پیش بین. یا الله. این کاکایی که بیننده از شما در تصویر میبینید، ما یک قصه خیلی دردناک از را براتون بیان میکنم که این موتر از شماست فکر کنم. تاکسی که شما رو برده بودم. تیکه تیکه بود کنه. شما رو برده بودم. همین تاکسی فعلا نمیال موتر من خراب است، این سعی کنین. شما چیشان ترپالشان بگیرین نه؟ ترپالشون میکنم خود کردگی ماندگی. این تاکسی یک تاکسی که تراش من کنده است، دینی پول پیسه شما فعلا. بله بله. بیا پیش بیام کارم. پیش بیا که این تاکسی کاکا با می تاکسی زندگیش پیش می برد. کل سامانای من کاکای من کوز هم است. خراب شده فکر میکنم. خراب است، یعنی 15 سال پیش رادا میتن. دینمی من بند من کندش جا مونده. دیگه این گرایشان سعی کنید. سعی شما بین کاکا. سعی که گرایش خود شورک میخرید کارم نمیکنه. میبینید؟ درست. خراب است، این 15 سال بعد من موندم. یعنی محترم این سامانا بیا ایترا بین شما کاکا. بین شما ایترا بین شما. اینجا بین. سلامت باش. این کاکا امروز که شما اینجا پیش ما بین. امروز که باز مرا تا خانه میرسید ماکتم زندگی چطور است؟ واقعا وقت پایتونم آوار شده بود نه؟ ما مرض شکر دارم. چی خورده بود نه؟ او روزا خب بخی خونش زیاد بود نه؟ زیاد بود. در تلفنم من عکساش گرفتگی دارم. بله. باز این سعی دندانم من. کاکا اینقدر از زندگی سیر آمده بود؟ بسیار از زندگی سیر آمده. گفت اگر برای ما کسی گفته تا خداوند دور داشته باشد مرگموش هم بخره، گفت من میخورم گفتم. اما تو برام گفته بودی. گفتم تا بهم دیسیان باشه من تک دو دارم پیدا کنم، ام باز از هیچ پتر من خود انفجار میتونم. باز ما کاکا را گفتم. مرگموش هم باشن میخورین. ما کاکا را گفتم گفتم نه او کار نکو، خداوند ما شما را خلق کرده روزی میرسانه، شما او کار نکنین. ما گفتم شماره تا میگیرم با عزیزای ما، با کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکند، انشالله پیام شما را میرسانم. هر کس اگر یک پول ناچیزی را روان کرد من حتما بر شما زنگ میزنم. این بعد از یک ماه یا تقریبا 40 روز گذشته شد نه؟ هم ورقه که مادمو جمع داریم این اگه میتونید. نه شما اینجا باشین، شما بین شما باشین اینجا، ما سر شما باور داریم. باز ما اینا را گفتم شما منتظر باشین، برای ما که هر کس اگر پول روان کرد ما براتون زنگ میزنم. خوشبختانه از بیبی کریمه وافی تشکری میکنیم، یک مادر عزیز ماست و هم خودشان امیل عزت در شفاخانه است. خداوند شفای عاجل برشان نصیب بگرداند. باز یک مقدار پول روان کرده بود دیگه. ما آمدیم والا میریم ما شما ماکتون که اگه موترتان جور باشه ما تا قصه کده میرفتیم از شار براتون مواد خوراکی میگرفتم. خراب داری سینه بله. اینا ولی که موترتون خراب است، خیمه شما اینجا میریم شاید سوپرمارکت باشه اینجا. باشه دکان کاسه کلسیراسیون ورقه که ما رو تصویر کنیم. کو ورقتان چی است؟ خب بیا خیر است بیار کاکا. از گشنگی ما دختره حساب دادم امیرم ما چم کامروز با تصویر. نه برای ما گفتین او پیش ما است. او را ما دیدم او را. امروز برای من نشان دادین او را. او را باشه پیشتن. او را ما دم نشان دادی امروز. صحیح ما دیدم، ما او را دیدم، کل قضیهش ما خواندم. او را باشه ولی او را بان. ما و شما خواهیم میریم. اگر اینجا ارزان تمام شد خواهیم اینجا براتون یک مقدار خوراکی میگیریم. اگر نشد باز خاله جان بر شما سلام تقدیم میکنم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ نه خیر است. نه خیر است. ما برشون احترام ویژه داریم. نه سلامت خانه آباد، تشکر. نه خانه آباد. ما و شما خواهیم میریم کاکا. سلامت مادر جان بخیر. نه خانه آباد بریم کاکا جان، ما شما میریم. بین گورشان تصویر گرفتن. بینید از شما با ما باشین. ما امرای کاکا نامتون چی بود راستی؟ کاکا اسد. راستی کاکا اسد ثبت کرده بودم. بین بخیر بیا کاکا بین ما شما میریم. بیا بخیر.
بیننده عزیز در کارته 5 خراسان هستیم. کسایی که یک زمانی در اینجا زندگی میکردن فعلا اینجا نیست، شاید بیرون باشه، بیرون از افغانستان. یک سلام ویژه از منطقه شما برای شما تقدیم میکنیم. میریم پیش دکاندار برای کاکاست یک ذره مواد خوراکی میگیریم که باش که قیمت هم اینجا نسبت به شهر یک ذره فرق میکنه، چون از اینجا یک کرایه میخورن. کاکا سلام علیکم. سلام علیکم. چه دارید؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیراتی است؟ شب روز بخیر میگذره؟ بخیر باشین. سلامت باشین. خانه آباد. نامتان؟ نام اسدالله. کاکا اسدالله چند سال میشه که در کارته 5 خراسان زندگی میکنید؟ 20 سال میشه. 20 سال؟ بله. چند سال میشه که دکاندار؟ این دکانداری من تقریبا 20 سال میشه شغل واسه. ماشاءالله ماشاءالله. کاکا اسد میشناسید؟ بله. ما برای کاکا اسد یک ذره مواد خوراکی میگیریم از شما. بله. ما میگیم فایده تا بگیریم. کم بگین که در حساب شما هم شریک نه درست است، گپی نیست. ما فایده از فوری زیاد نمیگیریم، بای کریم دیگه جا. بله. صحیح سلام. شما قلم و کاغذ بگیریم نوشته بکنیم قیمتاشون. درست است. جمع میکنیم. درست است. از آرد شروع میکنیم. اون آرد چند است؟ آردی کدام پاگنو رفته؟ 280 روپیه. گندمی بچیتان 12 بله 13 میشه شما 280 روپیه درست است. 30 روپیه فایده میکنه. 30 روپیه. یک بوجی از او بگیریم. خوش. بگی الان یک کاغذک بگی. یک کاغذک بگی. کتابچه رو بده برش. روغن 5 لیتر چند است؟ روغن 5 لیتر 520 روپیه 500 دو رقم است. 500. بله. از این 500 بگیریم یک دانه بگیریم؟ 2 دانه بگیریم. 2 دانه روغن بگی. 2 دانه روغن بگیریم. خب برنج وطنی. برنج وطنی ماست. برنج وطنی خوبش داریم سیر 400 روپیه. 400. بله. که پلاو میشه بخی. هم شولا میشن پلاو. بله. خب. سایز یک سیرم از او بگیریم. خوش. لوبیا چند؟ لوبیا چیش؟ سیرش کیلویش. کیلویش 120 روپیه لوبیا خوبیش. خب. 1 کیلو لوبیا بگیریم. ماش هم 100 روپیه است. ماش 100 روپیه بنا. 1 کیلو ماش بگیریم. خوش. خب. ماهی ظرفی چند است؟ ماهی ظرفی چه قسمی؟ اون ماهی ظرفی کلان قسم داریم. یاشلر میگه بسیار خوبیش است. 105 لیتره. او چند است؟ 110 روپیه برای شما. خب. یک دانه از همون بگیریم. مراد کرده بیسا. او را مراد بکنیم. روب چند است؟ 100 روپیه است؟ روب نورد 100 روپیه بله. یک دانه روب هم بگیریم. آشین مگی 25 است 20 است؟ کدام واشو 400 گرم است. اونا 30 روپیه است. 25 روپیه. 25 4 دانه از همون بگیریم. 25. نمک 40 روپیه است؟ 40 روپیه بله. خیلی نمک 40 بگیرید. یک دانه نمک هم بگیریم. کچالو چند است؟ کچالو سیرش 190 روپیه کچالی خوبش. پیاز ارزان است. پیاز ارزان است. پیاز سیر 100 روپیه. 100 روپیه. بله. یک سیرم کچالو بگیریم. خوش. یک سیرم پیاز بگیریم. پیاز 100 روپیه نشته کچالی 190 روپیه. یک سیر پیاز یک سیر کچالو. پیاز واسه خوبش بگیریم. پیاز خوبش میاد دیگه نه خرابش نمیتونید. صحیح. اول امنا را یک نوشته بکنه جمع بکنه چقدر میشه؟ درسته. باز دیگه چیزا گزارش شد باز ما میگیم. درست است. صحیح است؟ صحیح. خب شکر چند است؟ شکر کیلو 60 60 یک 2 کیلو شکر هم بگیر. 2 کیلو شکر. صابون دارین؟ صابون کالاشی ریشی هستم. چند؟ کالاشی ریشی. نه کالاشی. کالاشی 30 روپیه است 20 روپیه است. 30 روپیه است. کو یک نشون چند؟ 30 افغانی این 20 افغانی. این 20 است 30. این 30 است. خب 3 دانه ازی بگیر. 3 دانه ازی بگیر. دیگه چی هم کنیم؟ گوگرد هم بگیرین یک درجن گوگرد. چند است یعنی؟ 20 افغانی را نوشته کنیم. صابون هم نوشته کن. نوشته کنم صابون. بله صابونش نوشته کنم.
پودر. پودر چند است؟ پودر 3 کیلویی داریم 200 افغانی. پودر خوبیش. 3 کیلو داره پاکتش پودرش هم خوبیش هست. بله؟ ها؟ اون ارزان کیلویی که اکثرا مفروش نیست. اون ارزان کیلویی 50 60 متر یا میرم بعد شما 200 تا 200 فایده نمیکنه. 200 فایده نمیکنه. بگی بانو پودر بسیار خوب شده. حساب کن ولی اونجا تا اینجا رو 540 آمده بود. این است تا 190 جمع 3970 سیر کنم یکم چیز دیگه بتون دیگه یک صابون دیگه هم دیگه اون را 4 تا صابون میگه 4 یکی دیگه هم بیارم سفید آه. صابون دیگه. 4000 شد نه؟ این شما جمع کنید کنید دیگه چی کردی؟ بیارم رام دو بشکا روغن تو یک سیر بسی بس سبد اون سبدی که داخل پیاز سعی بیاد که کچولا دیگه دیگه ها اینه کاکا اینم 4000 افغانی از سودای کاکا است سلامت باشین 4000 افغانی ما بر شما تمام لوازم خانه را که شما ضرورت دارین اینه گرفتیم. خدا مهربان است اگر ان شاء الله کسی دیگه اگر باز هم چیکار با شماره شما پیش ما است باز حتما بهتون زنگ میزنم. خدا مهربان است هیچ غمش نخورین ان شاء الله از یک طرف نه یک طرف براتون میرسانم. ما یک روز تاکسی امروز ششتم تا خانه را رفتم قصه کرد برای ما. باز بخیر زندگی سیار آمده بود میخوایم خودکشی کنم مکن نه تو خودکشی نکن. خدا مهربان است خدا با شما را خلق کرده با خاطر زندگی کردن. امروز باز طرف شما آمدیم اینا را جمع میکنم باز اینجا باز براتون تسلیم میکنم. صحیح است؟ صحیح است. خیر. خانه آباد دو قطعه روغن کو اینا خواه سعید یک بوجیار خواه سعید یک سیر برنج وطنی خواه سعید یک کیلو ماش کوماش خواه سعید سعید 1 کیلو لوبیا سعید 4 پاکت آش آه سعید یک بسته نمک خواه سعید یک قوطی روب آه مای ظرفی یک دانه خواه نمجست پیاز یک سیر سعید کچالو یک سیر خوش 2 کیلو شکر کو شکر سوه نمجست سعید 2 کیلو شکر هم شد صابون هم 4 دانه آه کوگرد کوگر پودر کالاشویی سعید سلامت باش بخیر بیا والا موارد بگیریم. بیا یک دقیقه خب بیشین تو کلوچه های شما یک بغل هم میکنی؟ اینجا
نمیشه نیست. کنده خونه میشه. نه اگه میگین من طرف خانه میرم. نه خیر اسم میگم. خب خیر بس ما بود نوبت. در دوستان خود چرا گرفتن نمیتونن نه؟ میشه که بگیر میشه؟ نه خیر. نه ما کم دایی دست غلطه که گرفتن نمیتونین؟ میشه میگیرم. با نمیشه وار شما ایتو بگیرید من خدمت میکنم. نه شما بین شما بین هم تو بگیرید. این طرف تیر شین این طرف تیر شین. سر کچالو دستمان که ولی نفته. بریم. نه خیر است نمی غلط شد نه. صحیح سلام خوب هستین بخیر صحتمند پیش دارن شما اونا رو بانین بالا اونجا اونا رو تربانین کش کن بسم الله یا الله یه چیز که خداوگار نکنه بریم اینم مادر جان برگ سبز صوفه درویش این طرف بانم که چپا نشود زنده باشین دور باشین سلامت فنا باش بخیر آمین این یک ذره 1000 این پول نختم بفرم مادر جان میتون همون شکایتان رسیدگی بکنین خیر زنده دیگه آمین جانش جور کنه دقیقاً برای بیبی کریمه وافیسه بازم یک سلام براتون تقدیم میکنم بخیر صحتمند شوی به خانه به اعضای فامیلتون یک جای برگردین ما امانات شما را این رساندیم شما خودتون در تصویر دیدین ان شاء الله خدا مهربان است مادر جان زنده باشین زندگی با امید پیش رفته اگر کسی دیگه هم بازم کمک میکرد اونو باز گزارش میبنه باز ما حتما امر شما شماره کاکا پیش ماست باز ان شاء الله باز تماس میگیره دیگه خدا حافظتان سلامت باشین کاکا خدا حافظتان بخیر باشین خانه آباد بخیر باشین سلامت باشین بخیر باشین بیننده عزیز با خانم کاکا صدم یک چند لحظه صحبت میکنیم مادر جان سلام علیکم چه حال داری علیکم سلام خوب هستین بخیر هستین صحتمند سلامت باشین خانم بخیر باشین زندگی چطور میگذره است دیگه زندگی اینم رقم پستی و بلندی داره اینم شوهرم است مریض است مرض شکر داره دیگه این موترکش از کونه موتر است دیگه ایرا میرم یک 50 روپه و 100 روپه و 30 روپه بعض روز میشه دمی کار میکرد دیگه خلاصه روزگار پیش نمیرفت دیگه بیخی دیگه خود چند روز میشه موتر خراب شد خیلی وقت شد موتر نمیفهم که یگان با 15 روز 20 روز زیاد شد یک ماه شده دیگه اما قدر شده که این خراب شد ایرم روز تمام روز اینجاش خراب اینجاش خراب اما 4 روپه که پیدا میشد پس چی خودش نمیکشه اینجا مولیگه کرایه شش تیم میاولیون است کل دیگه 2000 کرا میتیم دیگه کرایش 2000 پس اینجا صاحب اولی ما ماستر می طرف بچه‌ش هم در پلی ماست دیگه اینم رقم که 6 تا اولاد 8 نفر نانخور خیلی زندگی سخت بسیار به حد به اندازه سخت است دیگه خودم 20 میرم یک کالاشویی کسره میکنم یک دیگه کسره میکنم دیگه نمون رقم یک لغمه نان دولادایم سلامت صبح میشه چاشت میشه مادر چی بخوریم کلان اشتکان خورد و کلانش گریان میکنه که چی بخوریم مادر
کلش در جان من میچه. ما برای کاکا صدم گفتم ما یک روز امروز در تاکسی از این تا خانه رفتم، تاکسیشون دیدم، از زندگیشون پرسان کردم، باز بسیار نالید. باز موضوعی که پیشترم شما شنیدین، باز گفتم خدا مهربان است و کار نکنم. گفتم ان شاء الله ما شماره تان میگیریم، اگر کدام کسی گفتم هموطن ما کمک کرد باز من براتون زنگ میزنم. باز اینا یک مادر عزیز ما به نام بیبی کریمه وافی است که او هم خودش عملیات داشت، تقریبا یک ماه میشه که خودش در شفاخانه است در یکی از کشورهای خارجی. باز اون یک مقدار پول روان کرده بود دیگه. برگ صف صوفی درویش ما میبریم برای کاکاست، یک مقدار مواد خوراکی میگیریم برشون تسلیم میکنیم. زنده باشه، خیر بینه، خدا هم کمک کنه، گیرم خیر بده، خدا جان عمر دراز، جان جور نصیبش کنه، خدا جان شفای عاجل بهش بده که بخیر صحیح سالم جور تیار شده برای کمی اولادکای ما که یک لغمنان یک ماهشان 20 روزشان تیر میشه. هیچ که ما دعا نکنیم، دعا شکم می اولادکای ما دعایش میگیره. زنده باشه، خدا سلامت. بسیار تشکر مادر جان. خداوند بیشتر براتون بتون هر چی از توان ما باشه ان شاء الله در برابر شما دریغ نمیکنیم. زنده باشی، بیادرکم خیر ببینید. خداحافظ مادر جان. سلامت باش. بخیر باش. خداحافظ. خداحافظ. بیننده عزیز، شما یک تشکری ویژه میکنیم که در کنار هموطنان عزیزتان قرار میگیرید. بیننده عزیز، واقعا گرمی خیلی زیاد است. از این توش پیپر اگر نداشته باشیم بسیار مشکل میشه. عرقا را باید خشک بکنیم. گرمی مزار شما دیدین. از پولی بیبی کریمه وافی هنوزم 1000 افغانی پیش ما مانده. ایره با یک مادر مد نظر گرفتیم که چندین دفعه خانه آمده بود. برای هم گفته بودم ایره باز انشالله برای او تسلیم میکنیم. خیلی آفتاب زیاد است واقعا، هر طرف عرق کردیم. از شما یک تشکری ویژه میکنم که همیشه در کنار هموطنان عزیز خود قرار گرفتین. باز هم براتون میگم که در کارته 5 خراسان هستیم. سرکی را که شما میبینین یک وقت خامه بود، حالا سعی کنین کاملا کانکریت شده. تا برنامه بعدی که من حیات الله اسحاقزاده در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. خداوند حافظتان.